هستم و میخواستم یه راز مخفی راجبه این دره شنی. شما مطمئنا وقتی این دره شنی میاد شما زمین رو میگیرید و حذف میکنید از حافظه گوشی و بازی. ولی این زمین یک چیز خاصی داره که هیچ زمین دیگه ای نداره. ادامه ویدیو رو ببینین که بدونین چیز خاصش چیه. خاک جمع میکنیم چون لازم داریم، مثلا اگه درختی چیزی بکاریم. خب همین چند تا دونه آب همه جا گیر میاد. خب همین یه دونه هم بس. خب حالا ما توی این زمین ها میچرخیم و بعد خیلی تون جستجو کنیم. اگرم سریع نتونید جستجو کنیم من یه پیشنهاد خوب دارم تا اینکه روز بشه. این همینجوری کنده. شما میخوایم بکنین نکنین فرقی نداره. اینجاها میگردین دنبال یک چیزی. بگردین. خب اینقدر بگردین تا اینکه به یک مثل خونه برسی. خب بعدش میریم همینجوری. چرا من از اینجا نرم؟ خب نه بکن چون من حوصله خودمو ندارم. خب بریم از اینجا. با یه کمی گشتن پیدا میشه. من فعلا ویدیو رو استاپ میکنم به اینجا، ولی برشون میدونم بعضتون فکر میکنن راه کریتیو گذاشتی باز سوء تفاهم پیش نیاد. خب همینجوری که میرویم اینا رو میکنیم باز خودمون. البته این زیاد اینجور جای گیر نمیاد. خب ولی همین چند تایی هم بسه بازم. خب بازم در جستجوییم. مطمئنا لاواه. دیدین گفتم کجا این لعنتی؟ کجاه؟ بچه نمیدونم اینجا کجای وسط بیابون از اینا گذاشته. هر کدومتون میدونی تو کامنت ها بنویسی. شاید هم گنج باشه نمیدونه. همین 2 تا بلاک میکنم بیشتر نمیکنم. اینجا تا حالا ندیدم. باشی تو وسط بیابون یکی از این آبای گنده. چیست نداری گو میخوری از این آبا میذاری. چقدر حوصله سر بره. نداره چیست نداره. حالا من باید چیکار کنم؟ بهم بگیم واسه چیه؟ هر بار که میام نگاه میکنم هر تا همینجوری راه میرم یکی از اینا میبینم. چیزی شاید برای کسی که تشنه. خب من دیگه میرم به راهم ادامه بدم. بچه‌ها به ویلیج رسیدم ولی بازم برام مهم نیست چون اونجایی که میخوام برم از این ویلیج مهمتره. و من وسایلامو جمع میکنم. میخوام امشب تو ویلیج بخوابم که اگه بال مردن تو همین ویلیج زنده بشم. خب ما میخوابیم. یه تختم از بار خودم برمیدارم لازمم میشه. خب این یه دونه هویجش هم گذاشتم. بیچاره ناراحت شد خودش کرد. بذار ناراحت نشد. شوخی بود.
این فقط یه شوخی، فقط تنها چیز بدی که من چی ندارم اسمش کلنگ چوب. اینجا حت مطمئنن باشی چند تا ویج بخورم. سلام علیکم. بلجور نگاه نکن پیرونگوره مرا میاد. خب این خونه رو که گشتیم، نوبت این خونه. نگاه نکن به من، بدم میاد. مثل گاو نگاه میکنی. اوه کرافتینگ تیبل و این کرافتینگ تیبل. خب اینو برای کرافتینگ تیبل. این شمای زیر دریا فکر کنم. خب دیگه من واسه هیچ وسایلی نمیذارم. غلط میکنی تو وایسین. فکر کنم این دکمه برای آدمای فضول. نه یه بار یه خونه بود دکمه داشت، دکمه زدیم افتادیم تو لاو. اوف قربون این تخته برم. این دیگه چه رنگیه؟ تخته اینو میذارم واسه بنده خدا. خب ما میریم به راهمون ادامه میدیم. برونگلنه بیشبه دنبالم. به همین جا میرسیم. اینجور چیزیه. خب شما بعضیاتون زود پیدا کردید، از این رد نشید هیچ وقت. هم بگردیم من اینجا یه بار تختم گذاشتم خوابیدم. الان جونم یکی وایسیم برم داخل بذارم تا قبل اگه بمیرم همینجا اسپام بشم. خب تختم اینجا میذارم روش کلیک. خب حالا بعد میریم یه بیل درست میکنم. من چوب جمع کردم. جای درخت دیدین ازش برگاشو بکنی بهتون نهال درخت بده. بعد از این خاکا که گفتم واسه همین میذارین یه درخت میکاری، باز دوباره میذارین یه درخت میکارین. تو چند روز این درخت ها واسه ما رشد میکنن و همین. من فعلا یه 64 تای خاک باید جمع کنیم. خب عشق به جوره تاقو اقندکی نباتو بدون. من این قلعه رو پیدا کردم. بعضیاتون میگی این قلعه دیگه به چه دردی میخوره؟ من هزار از پیدا کردی آقا، خوش به حالت باشی. خب باز خود تو 63 تا ماسه برداشتیم. بعد میریم یه گوشه یه بلاک میکنی وایسی. من کلنگ و اینا همه چیز رو ساختم. اونجا که چوب پیدا کردم
کلنگ بکنی اگه داشتی. اگه نداشتی مشکل نداره. خب ماسه هم میتونی با دست بکنی. بعد از اینجا ماسه میزنی خودش میاد تا بالا. خب خودش خب الان اومد. بعد وای شیفت رو میشینیم که بره داخل. بعد میشینیم. خب همینجوری بلاک میریم پایین. بعدش اینجا باز یه فنون دیگه ای داره. بعد از این کن خودت ساخت. آقا اگه من ساختم خودت تو برو تست کن. بعد این دکمه رو میکنی. بعد زیر این دکمه رو میکنی. بعد میرسیم به این TNT ها. دارش همش TNTه. این یه تله بقول مصری بوده. قبلنا بوده. خب همینجوری همه TNT باید نمیدونم 9 تا باید باشه. خب بعد چستار دونه دونه باز. استخون و این ماسه و تارنکبوت و این چست رو که گشتیم خرابش میکنه. بالا چست هم داریم. چست خودش 2 تا چوب میبره. خب بچه این حتما اول اون تله رو باید خراب کنیم که یا میریم بوم همه چی میترکه. خب امرالد کتاب این چند استخون فقط واسه سگ که این دور برام سگ نیست. 25 تا استخون. 2 تا گلدن اپل. بعضی وقتا دایموند هم میذاره. خب اینا رو میتونی به این سادگی و به همین خوشمزگی راحت پاکیزگی میذاری. اینجا رو میتونی زیر زمین خونتون بذارین، نردبون بزنی از بالا بیاریم پایین. بعد از اینجا یک سنگ بکنی. خب ولی باید حتی اگه شده عنکبوت بکشین تا بتونی یه تخت بزنی. اول باید دنبال چوب بگردی. درخت پیدا کردیم آقا بریم برگاشونو بکنیم بهتون نهال درخت میده. بعد راحت بخوابی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده. یک امرالد کتاب این چندش نمیدونم چیه. بعدم نگاه میکنم چستار چرا گذاشتم. خب حالا اینا رو میذاریم TNT. این فکر کنم گلدن اپل از این چیا باشه. بعض وقتا یه بار من خودم همینجا پیدا کردم گلدن اپل جادویی داد. اینم مهم نیست. گوشت زامبی چستارم که میذاریم اینا. خب نگاه کنین یه چست پر از لوازه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. بعد یه روش دیگه هم داره. اون روش واسهتون بعدا میذارم که همون اول همینجا اسپام بشین خودتون. خیلی اون روش باحال‌تره. ولی من این روش رو گفتم اگه مثلا از اون روش نتونستی استفاده کنیم کار میکنه واسه همه. ولی بعضیاتون شاید میخوای خودتون پیدا کنی. خب این روش رو خودم جستجو کردم. نگاه کنی حالا از وسط هیچ وقت نکنی که بک رو TNT ها میفتیم و بوم. و باید واسه خودتون تورچ چیز میاد. وایسه من ببینم زغالی چیزی نیست. نه با این چیه کریپر که میکشی میده. بقول بعضی ها میگن سنگ چخماق، بعضی ها میگن باروت. با این میتونین واسه خودتون TNT بسازید. TNT ها خودشون بودن. استخون که همیشه هست. گوشت زامبی هم همیشه هست. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. عشق به جوره تاقو اقندکی نباتو بدون تو من آقو